السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، امروز که باشد تصمیم گرفتم دو دعایی که از جناب پیغمبر ثابت است به سمع شما برسانم. یکم دعای پیش از خواب کردن است و دوم دعا از خواب بیدار شدن است. پیش از آغاز صحبت برادران از همه خواهش میکنم که همین دعاهایی که از جناب پیغمبر علیه السلام ثابت است همین ها را کوشش کنه که از یاد کنه، به خاطر که در روزمره ما و شما امروزه بسیاری ها در خواب کردن خوابهای بی‌زیب میبینن، به خاطر که این دعاها را استفاده نمیبرن. به این خاطر همچون برادر خواهش میکنم که دعاهای کوتاه هست، دعاها بسیار چیزی مهم است. الله چی میگه؟ ادعونی استجیب لکم، شما دعا کنید من قبول میکنم. به همین خاطر این دو دعا را چیکار کنه؟ حتمی از یاد کنه. اول پیغمبر خدا علیه السلام میگه دعایی که پیش از خواب میره این دعا را چیکار کنه؟ بخونه. اللهم باسمک اموت و احیا، اللهم باسمک اموت و احیا. این دعای پیش از خواب کردن است. و دعایی که انسان از خواب بیدار می شود دعا این است: الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. باز تکرار میکنم: الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. مختصرا کوتاه هستند. از همه خواهش میکنم که دعاها را